این ویدیویی رو که میبینید رو توی گب یک نفر گذاشته بود و من میخوام با شما این رو بررسی بکنم. این ویدیو رو، این جنده خانمی که میبینید، در تمام طول این ویدیو توی پس زمینه ذهنیتون یادتون باشه که این زن از 30 سالگی عبور کرده به احتمال خیلی زیاد و اگرم نکرده خیلی نزدیکه به سن 30. قطعا سنش از 28-29 کمتر نیست. من فکر میکنم که وارد دهه 30 زندگی شده و این مهمه. حالا بعداً توضیح میدم راجبش. ببینیم چی میگه این جنده. 100% of men who are interested in a woman's body can. خب همینجا یه پاز بزنیم. هر کسی که جملاتش رو اینطوری شروع میکنه میگه که 100% کسایی که، یا که همه کشورهایی که، و یا هیچ وقت و هرگز فلان، به خصوص وقتی که در موضوعات جامعه شناسی جملاتت رو با هرگز و همیشه و هیچ وقت و 100% و 0% اینطوری مطلق صحبت بکنی، معمولا میخوای یه کسشری بگی. ریاضی و فیزیک که توش اصلهای اثبات شده هست تفاوت داره با مباحث جامعه شناسی که پارامترها انقدر زیاده که تقریبا هیچ وقت نمیشه یک کوریلیشن 1:1 پیدا کرد بین دو تا چیز. مثلا مبحث IQ، تست IQ the most replicated test in sociology and psychology، یعنی هیچ تستی به اندازه تست IQ باز تولید نشده در روانشناسی و در جامعه شناسی و از این نظر قدرتمندترین تستیه که ما داریم در این حوزه ها. و تست IQ که قدرت پیشبینیش فوق العاده زیاده، این تست هم حتی 100% پیشبینی نمیکنه هیچ چیز رو. یک 0.8، یعنی تا 80% IQ بالا به تو تا 80% قدرت پیشبینی میده در مورد موفقیت آکادمیک، در مورد درآمدی که خواهی داشت در آینده و یه سری چیزای دیگه. حالا این خانم با 100% قطعیت میخواد بگه که تمام مردهایی که are interested in a woman's body count منظورش اینه که از زن سوال میکنن که قبل از من با چند تا مرد دیگه خوابیدی. خب این 100% این مردا چه مشکلی دارن به نظر شما جنده خانم؟ Are absolutely fucking trash at sex. میگه اگر از من سوال بکنی که با چند نفر خوابیدم قبل از تو، 100% اوقات تو در رخت خواب آشغالی، بلد نیستی سکس بکنی. They could not find the clit if it was a fucking flashing light on top of their Xbox controller. کلیتوریس تو پیدا نمیکنن حتی اگر مثل چشمک زن روی کنترلر ایکس باکس کلیتوریست هی چشمک بزنه بهش. They're looking for it. دقت بکنید که این خانم وسط هر دوتا جملهش یه دفعه دستش میره روی دوربین و پاز میکنه تصویر رو، برای اینکه بیچاره نمیتونه یک پاراگراف رو بدون 10 دفعه گفتن و حتی بدون یک ادیت کردن پروفشنال توی یک برنامه ویدیو میکر در این حد بلد نیست. باید هر 2 ثانیه یه دفعه دستشو بذاره رو آیفونش پاز بزنه ویدیو رو که جمله بعدش رو تمرین بکنه. این آدمه که داره راجب ماها قضاوت میکنه، راجب مردا. Inexperienced women who they hope will be okay with whatever like 2-pump situation they got going on because they haven't had any better. میگه آره این مردایی که از تو همچین سواله میکنه، این درگیریش با این سوال است. این سواله این رو یک جوری قلقلک داره. یه نفر از این سوال کرده که با چند تا مرد خوابیدی؟ و جالبه که این زنی که حالا تو همین ویدیو میگه که اصلا مهم نیست، زن اصلا باید با هزارها آدم بخوابه، در این حال اون فرگشت انسانیش یک برنامه نویسی درش هست که این بدونی که متوجه باشه داره اذعان میکنه به اون برنامه نویسی. داره به تو میگه که من عصبانیم که چرا اصلا سوال کردی از من با چند نفر خوابیدم. و اگر سوال میکنی یک بچه بازی دنبال دختر 17-18 ساله میگردی که هیچ تجربه قبلی نداشته، که اگر مثلا 2 تا تلمبه بزنی بهش، جمله های اینو دارم میگم 2 تا پامپ بهش بزنی دیگه راضیه ازت. بنابراین همه مردایی که اصلا همچین سوالی بکنن، مردای دودول کوچولوی زود انزال فلان، به نظر این خانم نه نه از من. مشکل ما و مشکل تو اینه و 1000 تا تحقیق دیگه‌ای که غیر از این من میتونم بیارم نشون بدم
که من این تحقیق بیشتر رو میذارم بر عهده شما. استفن مالینی یک پرزنتیشن خیلی خوبی داشت راجع به همین مبحث سکس قبل از ازدواج و اون بیشتر مرتبط بود با این ویدیو. متاسفانه یوتیوب سانسور کرد اون ویدیو رو و من یه کمی گشتم در حد 5 دقیقه پیدا نکردم اون تحقیق رو، ولی غیر ممکن نیست پیدا کردنش. من راجع به اون تحقیق دارم الان صحبت میکنم، نه این چیزی که روی صفحه هست. اون تحقیق نشون میداد که بعد از 3 یا 4 شریک جنسی به بالا قبل از ازدواج، شانس ازدواج موفق به صورت تصاعدی میاد پایین. ازدواج موفق رو در اون تحقیق تعریف کرده بودن ازدواجی که بیش از 5 سال دوام بیاره. و در مورد زن این خیلی درسته. زنی که بیش از 3-4 تا شریک جنسی داشته باشه قبل از ازدواجش، شانس این که ازدواجش بیش از 5 سال ادامه پیدا بکنه فوق العاده میاد پایین. و بعد هر شریک جنسی بیشتر، 5 تا 6 تا 7 تا، این شانس باز 15% 20% همینطوری هی کمتر هم میشه، تا حدی که مثلا اگر تو 6-7 تا شریک جنسی داشته باشی قبل از ازدواج شماره 1، تقریبا شانس این که ازدواجت ادامه پیدا بکنه میشه مثلا 5% 10%، یه شانس خیلی کمی. اینی که اینجا گذاشتیم روی صفحه نوشته که کسایی که خودشون رو در ازدواج خوشبخت معرفی کردن طبق نظرسنجی که انجام شده، مردا زردن، زنها آبیان. همطوری که میبینید به 4 تا شریک و یا 5 تا شریک جنسی قبل از ازدواج که ما میرسیم با کله میاد پایین، تا جایی که از 6 تا که بیشتر میشه میشه 50%. یعنی 50% این زنها میگن ما خودمون رو خوشبخت احساس میکنیم در ازدواج. مشکل شما خانم اینه، نه نمیدونم دودول و فلان و اینا توهین‌های جنسیه که زنهای آشغال، زنهای بدون کیفیت، زنهای فاحشه در واقع. زن فاحشه اولین توهینی که به مرد میکنه اندازه دودولشه و من تو رخت خواب تو چطوری رفتار میکنی، در صورتی که اصلا مسخره است. خرم خیلی خوب میتونه سکس بکنه، خب برو با خر ازدواج کن. خر هم کیرش گنده است. البته خر خیلی استقامت فکر نمی‌کنم داشته باشه. این خانم احتمالاً میخواد کیر اندازه گاو باشه، 5 ساعت هم تلمبه بزنی، برای اینکه خب کست دیگه گشاد میشه دیگه، بعد از یه مدتی دیگه هی نیازت بیشتره. ولی نه، مرد نرمال اگر بی تجربه باشه و یک پسر بی تجربه با یک دختر بی تجربه برن توی رخت خواب، قطعا دفعه اول و دوم و دهم و 20 کیفیت سکسشون خیلی جالب نخواهد بود، ولی با اطمینان به هم و با محبت درست میشه این داستان. در مورد 99% پسرها و دخترها درسته این داستان. با صحبت کردن و با تجربه یاد میگیره مرد. لازم نیستش که با 50 نفر بخوابی، لازمه که با یه نفری که آدم درست است بخوابی و به همدیگه یاد بدین و با همدیگه صحبت بکنین. ولی وقتی فاحشه‌ای با یه شب میری توی بار مست میکنی، یک مرد رو میبری خونت و انتظار داری تو اون حالت مستی یک کیر کرگدن وارد واژنت بشه که اندازه قاره هراست، بعد ناراحت میشی، بعد میای یه همچین ویدیویی درست میکنی. And let's be real, this translates to I want someone who is 18 or as close to 18 as I can get because I'm a creepy fucking pedophile and I want to be able to manipulate, control and gaslight who I'm with. And of course. تو حرف زدن تو یاد بگیر حالا فعلا. بتون که یه 5 تا جمله حرف بزنی پشت سر هم بدونی که پاز بکنی ویدیو رو، قطع بکنی، کات بکنی. بعد راجع به پرفورمنس جنسی مرد صحبت بکن. پرفورمنس جنسی در نهایت زیاد به مغز بالا احتیاجی نداره، به IQ، ولی حرف زدن و اینکه اینطوری ویدیو درست نکنی یه کمی احتیاج به قدرت بیان داره و قدرت بیان هم خب برمیگرده به هوش و ذکاوت. دودول مرد کارش رو میکنه با تجربه، هر چقدر بد باشه، ولی تو جنده هیچ وقت حرف زدن رو یاد نخواهی گرفت، برای اینکه IQ پایینه. Have you noticed the glaring gap in TikTok videos that are talking about men's body count? Doesn't seem like the same rules apply to them. آره، برای اینکه بین مرد و زن متفاوته. تعداد شریک جنسی مرد و زن اهمیتش متفاوته. اینم باز نشون میده که این آدم هیچی راجع به فرگشت و انتخاب طبیعی نمیدونه.
تعداد شریک جنسی که زن قبل از ازدواج داشته مهمتره از تعداد شریک جنسی که مرد داشته قبل از ازدواج. به خاطر اینکه مرد و زن از همدیگه انتظارات متفاوتی دارند در ازدواج، برای اینکه نقش تکاملی ما در تولید مثل متفاوته. زن همیشه میدونه که بچه مال خودشه، برای اینکه بچه از درون زن در میاد. ولی مرد واسه اینکه بدونه که اون بچه به لحاظ ژنتیکی متعلق به خودشه، احتیاج به اطمینان داره، احتیاج به تضمین داره. حالا این تضمین در یک قبیله انسانی 50,000 سال پیش، 100,000 سال پیش تست ژنتیک که ما نداشتیم، که تست دی ان ای. این تضمین که این بچه‌ای که تو به دنیا آوردی واقعاً بچه منه، این تضمین با رفتار اجتماعی زن به دست می اومد و اینکه خانواده زن چه انتظاراتی داشتن و این زن تا حدی کنترل می شده و اینکه کلا نمی خوابیده با همه. اگر می دیدی که یک زنی با 3 نفر 4 نفر داره لاس میزنه همزمان، یا قبل از تو با چند نفر بوده، میل تو کم میشه به ازدواج به این زن، برای اینکه مطمئن نیستی که اگر ازش بچه بیاری اون بچه واقعا مال توه. زن چون این اطمینان واسش اصلا مطرح نیست و میدونه که همیشه بچه حاصل ژنتیکی بدن خودشه، انتظاراتش از مرد متفاوته. زن امنیت میخواد از مرد، قدرت میخواد از مرد و میخواد واسش یک محیط آرام و مرفهی رو درست بکنه که در اون محیط بتونه بچهش رو به سن بلوغ برسونه. و زن میخواد که مرد انقدر قوی باشه، هم از نظر فیزیکی هم از نظر اجتماعی، که بتونه ازش محافظت بکنه، هم در برابر دشمنای بیرونی، مثلا یک قبیله مهاجم بیاد حمله بکنه به قبیله اینا، بتونه بره بجنگه، دفاع بکنه، و هم در مقابل مردای همون قبیله خودشون. برای یک دلیلی که زنها به سیاستمدارها گرایش جنسی دارن همینه. من عده زیادی زن رو میشناختم که به جورج بوش میگفتن این آدم خوشتیپه، یا تونی بلر. تونی بلر و جورج بوش مردای خوشتیپی نیستن. ما مردا این رو میتونیم بگیم. ما مرد خوشتیپ رو میفهم. براد پیت یک مرد خوشتیپه، نمیدونم مت دیمن یک مرد خوشتیپه. جورج بوش، جورج فاکینگ بوش، really? تونی بلر, the guy looks like a fucking donkey. به تونی بلر، من زنایی رو توی زندگی واقعی میشناختم که میگفتن تونی بلر اترکتیو به نظر ما، جذابه. خب به خاطر همین چیزی که گفتم الان، برای اینکه قدرت دارن این افراد، قدرت سیاسی دارن. بنابراین دوستان، این دختر که دیگه بقیه حرفاشو پخش نمی‌کنم، ارزشی نداره، یک جند است. و اون مطلبی که اول ویدیو گفتم که مطلب آخرم هم خواهد بود، ببینید زنی که رسیده به 30 سال، یک چیزی حدود 90% تخم‌های تخمدونش رو از دست داده. مرد میتونه تا 70 سالگی تا 80 سالگی اسپرم جدید تولید بکنه توی بیزش، ولی زن با یک تعداد فیکسی از تخم متولد میشه و هر بار که پریود میشه این تخم‌ها رو هی داره از دست میده. و وقتی که میرسی به 30 سال دیگه وقتی نمونده واسه تو. یه شاید 3-4 سال دیگه وقت داری که شاید بتونی 1 دونه بچه بیاری. 2 تا بچه هم دیگه نمیتونی بیاری. خیلی بد شانس بیاری که توی دهه 30 زندگی دیگه تازه بخوای شروع بکنی به پیدا کردن مرد و ازدواج کردن و شروع کردن به بچه آوردن تا قبل از 40 سالگی مثلا 2 تا بچه یا 3 تا بچه بیاری. بنابراین شما دارید به یک genetic dead end، دارید به یک بنبست ژنتیکی دارید نگاه میکنید توی این صفحه. این زن تصویر یک بنبست ژنتیکیه. 1 میلیون سال، 2 میلیون سال فرگشت از خدا میدونه چند نسل جانورهای پستاندار و انسانهای ما قبل تاریخی و انسان مدرن رسیدن و یک جنده‌ای مثل این رو تولید کردن و این رشته ژنتیکی با این زن متوقف خواهد شد. این زن دیگه بچه نخواهد داشت. این ناراحتیاش ایناست و خودش نمیفهمه، برای اینکه نه سوادش رو داره نه آیکیوش رو داره، ولی بدنش و پروگرامینگ فرگشتیش اینها رو میفهمه و این استراب، انگزایتی و این خشونت و عصبانیتی که در وجود این زن هست که میاد یک همچین ویدیویی رو درست میکنه، به خاطر اینکه بدنش حس میکنه که تمام نوع زندگیش اشتباهه، ولی به خاطر اینکه توی کلش ان فرو شده توسط جودئو فمینیسم و جودئو کامیونیسم، فمینیست یهودی و کمونیسم اجتماعی یهودی،
مغزش override میکنه، مغزش نمیخواد بدنش رو بشنوه. خب پس این رو بذاریم به حال خودش کمی جر بخوره و شما برید دنبال یک زن با کیفیت و 10 تا بچه بیارید اگر میتونید. ما باید ژنتیک نسل‌های آینده رو بسازیم، نه این جندجات.